As far as Afghanistan is concerned, as you know, the negotiations. در رابطه با افغانستان طور شما هم خبر دارید مذاکرات در زمینه آینده افغانستان ادامه دارد. فرستاده ویژه برای افغانستان هفته گذشته به ایالات متحده آمریکا برگشت. چندین مکالمه و بررسی ها جریان دارند. ما با تاجیکستان در مسائل زیادی امنیتی همکاری میکنیم. بیشبه ما طرفدار همکاری نزدیکتر با تاجیکستان در مسائل زیادی امنیتی هستیم. این همکاری از جمله امنیت مرزی را در بر میگیرد، چون که ما برنامه‌های زیاد در این زمینه داریم. ایالات متحده آمریکا عهدهدار است که در افغانستان و در همکاری با حکومت افغانستان یک پلتفرم ضد تروریستی را تهیه کند و این همان چیزی است که ما در آینده سر آن تمرکز خواهیم کرد تا که در آینده افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود. این یک خط مهم همکاری ما با افغانستان است. در این امر و در امر تقویت همکاری و همگرایی منطقوی نقش تاجیکستان خیلی مهم است و ما از این سپاسگزار هستیم. In the region to promote stability.